خیلی شوخی هر کس کردن میتونم، خیلی نوز هر کس کردن میتونم. رحمت در ویژه تو نزدیکی در مسکن رسیده دیگه جوری دامی چیم قلبی молодежь نیامی دشان بدم شنبه خش به حالات خش به بابای تند تو موصفه شده ای، مویت سفید شده است، اما هنوز در پیش مردم با زنهای نامحرم چکچک‌های بیهوده میکنی. آیا فکر کرده ای که فردا در نزد الله چی جواب میدهی؟ سن و سالی تو به جایی رسیده است که باید جوانان از تو عبرت بگیرند، نه وقتی خنده و بازی با زنان نامحرم. باور کن وقتی به عمره رفتی فکر کردیم بعد برگشتن اصلاح میشوی، اما صد افسوس اصلاح نشدی. در اصل نمیدانم شما بلاگرها برای چی حج و عمره میروید. از رفتن حج و عمره باید اصلاح و دیگرگون شوید، اما شما بعد برگشتن دوچند فاسق و فاجر و پهن کنندگان فحشا و بی‌حیایی میشوید. بابای قند، تو بجای ذکر الله، بجای نصیحت جوانان نشسته ای و وقت خطه در گفتگوهای بیفایده صرف میکنی. مرگ از جوان دور نیست، چه رسد به کسی که به پیری رسیده است. امروز مردم تو را تماشا میکنند، اما فردا در قبر تنها میمانی. از الله بترس، شرف موسفیدی را پست نکن، توبه کن، زبان تا نگه دار و نمونه خوب برای جوانان باش، نه سبب خنده و گناه. هر کلمه‌ای که میگویی نوشته می شود و روز قیامت حساب دارد. خودت را اصلاح کن پیش از آن که فرصت از دست برود.